الان 6 ماهه که از شروع کار دولت رئیسی جلاد میگذره. میخوایم ببینیم که بالاخره کارنامه این آخوند رئیسی چه بوده، به اصطلاح چه دستاوردهایی داشته و چه کار کرده. خب بابک، به نظر تو دستاورداش چی بوده و کارنامه 6 ماهه رئیسی چی هست؟ اولا تو چرا همیشه سوالای ساده از من میکنی؟ من بخوام این جواب این سوالو بدم میشه یه جمله، ماکسیموم میشه یه جمله. ولی انقدر خوش سخنی و پرمدام ماشاءالله همینو به بهترین وجه دیگه شما چون دیگه میز و صندلی و دوربین استفاده بکنیم بحثشو باز میکنیم. سر 6 ماه گفتیم، به قول رژیم از این 6 ماه رو بگم. بله. امروز اون روزی بوده که 6 ماه میگذشته 12 بهمن، 6 ماه از شروع کار دولت 13 همین رئیس جلاد گذشته. در این مدت نه وعده 3 روزه برای حل مشکل بورس، بلکه وعده 6 ماهه نیز نتیجه نداده است. نه با 1 میلیون تومان شغل ایجاد شده، نه دلار به 15,000 تومان نزول یافته و نه از محسن رضایی و گشایش‌ها. چون محسن رضایی هر یه هفته میاد میگفت هفته دیگه یه کاری میشه کارستان. بله. و وعده های ایشان خبر و نتیجه حاصل نگشته. امروز همه در برابر تورم فزاینده مواد غذایی و افزایش قیمت خودرو فلان فلان دچار تغییر دیدگاه شدن. و در یک مورد قیمت 20,000 تومانی سیب زمینی کیلویی 20,000 تومان. این از کارنامه 6 ماه رئیسی گفتم، یه جمله است. هم این گونه توجیه می شود که در مقایسه با محصولات دیگر قیمت ها بالایی ندارد. چون رئیس جمهور رژیم اینجوری ان دیگه، به اون یکی میگفتن که گوجه فرنگی گرونه، میگفت بهت ارزون، گرون اینقدر خریدیم، میگفت گرون بهت دادن، سر محل ما ارزون تره. پس این از کارنامه 6 ماه. ببین وضعیت رئیسی اینطوریه، مثل اون دانش آموزی است که آخرین سر جلسه امتحان تو آخر دوره نشسته، هیچی یادش نمیاد، هر چی به ورقه نگاه میکنه فقط بدبختی‌های خودش رو میبینه، آخرش هم ورقه رو سفید میده میره. یعنی الان کارنامه رئیسی مثل اون ورقه سفید دانش آموزه است؟ دقیقاً نه، چون رنگ سفید که اصلا با رئیسی جور در نمیاد. کارنامه‌اش که سیاهه. اون ورقه رو سیاه میده. منتها یه فرق هم داره. ببین اون دانش آموزه محتوا رو میدونست چیه. یعنی میدونست که چی رو نمیدونه. رئیسی اصلا نمیدونه برای چی اومده وسط صحنه. یعنی اون فرق داره با اون دانش آموزه. رئیسی داستان رئیسی مثل اون یارو هست که رفته بود ختم دوست دایی دوستش، وسط جلسه خواست اظهار وجود کنه، گفت این مرحوم آقا بوده یا خانوم. وضعیت همینه. حالا بالاخره بعد از این صحبت‌ها واقعا میشه سر کارنامه رئیسی صحبت کرد؟ بله میشه صحبت کرد، چون تو همین 6 ماه کم تبهکاری و خرابکاری و کم دستگل به آب. اول وعده هاشو ببینیم، همونطور که تو تصویرم دارن نشون میدن. من چاپ گرفتم وعده های انتخاباتیش هم هست. چقدر ماشاءالله پرمحوره. بله 52 زیر محور داره، 5 محور اصلی. دقیق رفتن از یک کشوری کپی پیست کردن آوردن به اسم این قالب کردن. وعده‌های اقتصادی، وعده‌های سیاست خارجی، وعده‌های اجتماعی، وعده‌های سلامت و بهداشت. بله. وعده‌های مدیریتی. ساخت 4 میلیون مسکن در سال، ایجاد 1 میلیون شغل، اینترنت رایگان، تا دلت بخواد به هم شرور با. حتی خودش که نبافته، رفتن از یک کشور دیگه گرفتن آوردن دادن بهش. بله. این وعده‌ها رو من دیدم، یاد داستان دیدن مرده میافتم. ببین آدم وقتی مرده رو میبینه خودش در فشاره، ولی مرده در فشار نیست. رئیسی هم آدم با رئیسی که برخورد میکنه وعده‌هاش، رئیسی که مشکلی نداره چون اون همینه دیگه رئیسی. اون کسی که این رئیسی رو میبینه از این میزان بیشعوری در فشار میره که این چقدر به لحاظ فهم و شعور پیاده است که همچین وعده‌هایی رو داده، میخواد اونم یه ضرب حل کنه. فقط آدم باید سکوت کنه در مقابل این حجم بلاهت و توهم. سکوت هم که بابک علامت رضاست که. نه دقیقاً اینجا اینجوری نیست. همیشه سکوت علامت رضایت نیست. ببین بعضی از سکوت‌ها به قطع امید از مخاطبه، یعنی یه طرف می‌بینی اصلا هیچی نداره که بهش بگی، ناچاری در مقابلش سکوت بکنی. ببین رئیسی تو این دوره همین که گفتم 2-3 بار سطح فهم و شعورش رو میخوام با مثال برات بگم. رفته بود گیلان، همینجا یه جا گفته تو این وعده هاش اصلاح نظام بانکی. اصلا اینقدر زیاده میبرش که یک ذره میخواد همه رو حل کنه با هم. حالا امید من بهت بگم اگه رئیسی یه بار بیاد اینا رو از رو بخونه، من میگم کارنامه 6 ماهش اوکی، اگه بتونه از رو بخونه همینا رو. حالا رفته بود گیلان، رفته محلی که یه محلی درست کردن که مثلا مردم مشکلاتشون رو میگن. یکی داره از همین موضوع نظام بانکی میگه. خب این کلیپ رو ببینیم که من بعد ادامه میدم که ببینیم که من میگم سکوت به خاطر قطع امید از فهم و شعور یعنی چی. کلیپش اگه آماده است ببینیم. بله. چند مورد بودن که برای بازپرداخت، یعنی وام اصلشون رو پرداخت کرده بودن ولی اون سودش رو نمیتونستن پرداخت کنن، خونه‌شون رو گذاشته بودن توی اجرایی و اینا. توی این موارد بوده.
شما نهارم دادن اینجا یا نه؟ ما ساعت 2:30 اومدیم، نهار خونه خوردیم. قبلی‌ها خوردن آقا؟ انشالله خوردن. بله این همه از مسائل مشکلاتش گفت، بعد این در جواب گفت نهار خوردی یا نه. بله ببین گفتم این فرقش با اون دانش آموزی اینه که اصلا نمیدونه موضوع چیه، چون سطح شعورش به حرف اون نمیرسه برمیگرده میگه نهار خوردی یا نه. حالا البته قیاس به نفس میکنه، چون همیشه مشکل خودش نهار و شکم و ایناست. از یه طرفی هم میگن توی سفر مسکو بهش پوتین نهار نداده، اونجا عقده نهار به دلش مونده، هر جا بعد میرسه میگه نهار خوردی، نهار خوردی، فکر میکنه که دیگه نهار خوردن خیلی شغل. آخه میگن داغ نهار 40 ساله اگه بعدم بلند شد یه مورد دیگه، بلند شد رفت تخت جمشید، یعنی رفت شیراز، سفر استانی رفت شیراز، رفت دیدار تخت جمشید. بله. تخت جمشید یکی از این نفراتی که تو تخت جمشید بود داشت راجع به ایران باستان و درست شدن این تخت جمشید و اینا تاریخچه‌شو میگفت. این که اصلا شعورش به این حرفا مثلا تو ذهنش میگفت این همه سنگ برای چی آوردن ریختن تو این بیابون، اصلا گوش نمیکرد به حرف طرف. بعدم اون واسه خودش تعریف میکرد، این هم یه حرف دیگه میزد. تازه نتیجه همین سفر به تخت جمشید، به شیراز و تخت جمشید چی بود؟ وزیر گردشگری این پاسدار زرقامی که اونم خیلی مدعیه که خیلی میخواد در گردشگری تحول ایجاد کنه، برگشت گفتش که زمینای خوبی داره اونجا، اگه چاه بزنیم خوب میشه اونجا کشاورزی کرد. یعنی آثار تاریخی رو با مزرعه اشتباه گرفته بود. آره. حالا بازم با برمیگردیم به همون سوال اول، بالاخره کارنامه 6 ماهه رئیسی چیه؟ ببینید کارنامه 6 ماه رئیسی همش نباید از منفیاش گفت، خب مثبت هم داشته. بله چی بوده؟ محور سفر داشته، یکی سفرهای خارجی، سفرهای استانی. 2 تا سفر خارجی رفته. اولیش به تاجیکستان بوده که در اونجا یادته دیگه یه متن براش نوشته بودن که خود اون متن اگه درست میخوند شرور بود، حتی اگه درست میخوند. بله. کلی این با غلط قلوند خوند. اونقدر این متن دریوری بود که وقتی این شروع کرد بخونه خود هیئت رژیم خوابیده بود. چون همین امیر عبداللهیان و این رئیس دفترش هست اسماعیلی هم خواب بودن. اصلا مرزهای انشاخونی رو جابجا کرد. اصلا از رو هم نتونست بخونه که اصلا گفتن رئیس جمهور گند زد با این خوندنش به متن. چون متن رفته بود جای دیگه کپی پیست کرده بودن، کلی ویراستاری کرده بودن که اینم نخونده بود، اونجا افتضاح شد. بله. منتها گفتن دستاورد اون سفری بود که ما عضو پیمان شانگهای شدیم. در سفر دوم که به مسکو بود از تشر پوتین فهمیدیم که عضو پیمان شانگهای نشدن. فضیحت‌های سفر به مسکو اونقدر زیاده که تا همین الان دستگاه تبلیغاتی وزارت خارجه رژیم، صدا و سیمای رژیم دارن فقط فضاحت‌های این سفر جمع می‌کنن. اونم در چه حد؟ نه آقا اینطوری نبود، اونجا به ما عصرونه دادن، چایی دادن، ماشین که سوار شدیم بنزین داشتن، بنزین تموم نکرد، ماشینش لاستیک داشت، صندلی داشت، اصلا همه چی، آینه داشت، ترمز داشت. میگن آقا بالاخره سفر توافقش چی بود؟ میگن نه اصلا پوتین قدم میزد منتظر این یارو رئیسی بوده. فضاحتاشو هنوز جمع نکردن. البته اونورم با مشکلاتشون جمع میکردن تو روسیه، سگا رو زابرا کرد واقعا. سگای پوتین فرار کردن رفتن سیبری. داستان این سگای پوتین هم داستانی شد. من داشتم طنز میخوندم، میگفتن که سگای پوتین معترض شدن که آقا این چه کاری، چه تنظیمه، ما اونجایی که ما هستیم چرا رئیسی رو آوردید؟ یعنی خیلی مشکلات ایجاد کرده. یه محور بود سفرهای داخلی، یک به اسمش سفرهای استانی. راجع به این سفرهای استانی اظهار نظر امام جمعه لاهیجان. امام جمعه تو رژیم سطح شعورش یه درصد اعشاری با رئیسی، حالا یه ذره بالا یه ذره پایین، در حد هزارم اعشاره. ببین حالا این امام جمعه لاهیجان راجع به سفر استانی چی میگه، بعد ادامه میدیم. بله ببینیم. اما نقطه‌ای که اینجا وجود داره سفر نصف و نیمه آقای رئیسی است به گیلان. اینکه صبح جمعه بیاییم و غروب جمعه بریم این بعید است. مشکلات ما حتی گفته هم نمیشه. بله البته یه چیزی عجیبه ها بابک، امام جمعه قرار بود پشتیبان دولت رئیسی باشن. ببین رئیسی چقدر فضیحه، چقدر کاراش غیر قابل دفاعه که گفتم امام جمعه سطح شعورش اندازه رئیسیه، یعنی زیر صفر. اونم میگه بابا کار مملکت اینجوری حل نمیشه، تو صبح بری از یه استان مسئله حل بشه. در مورد این گشت و گذار استانی، ببین این فیلمایی که رئیسی میخواد بازی کنه تو خود رژیم میگن بابا رئیس جمهورهای سابق رژیم این فیلم‌ها رو کارگردانی کردن، تو گیشه فروش نرفت، اصلا سود که هیچ، از سرمایه ضرر کردن. این چیزا قدیمیه. ببین من چند تا اظهار نظر راجع به همین سفرهای به اصطلاح استانی رئیسی میخونم، یعنی بهش میگن دیر آمدی نگار، قبلش یه کسی اینا رو کهنه کرده، کارش هم نگرفته. در روزنامه‌های رژیم می‌نویسن موضوع سفرهای استانی حالا دیگر شاه بیت تکراری کار همه دولت‌هاست، فرقی نمی‌کند اصولگرا، اصلاح طلب یا اعتدالی.
یک خودروی راه میافتاده دنبال آن میدهن، منظور ساندویچ خوراست و یه دم نامه میدهن باز همون ساندویچ خورا، چون مردم که حساب کتابشون با اینا در قیام آبان نشون دادن. مردم مطالبه رفع مشکلات معیشتی دارن، میگه بابا فکر نان باش، خربزه آب از سفر استانی و این دریوریا میگی اونجا که نون آب نمیشه برای مردم. عباس عبدی از اون یکی باند. به قول معروف 8 بودجه دولت گروه 9 آن است، دیگر نمیتوان مردم را برای استقبال به صف کرد، یعنی ساندیس داد بسیجی آورد. حتی این تاکتیک هم سوخته. مردم معترضند و همانطور که آن پیرزن طبسی گفت راه حل را تغییر کل مسئولان میدانه، این نابودی سرنگونی رژیم. بله. روزنامه حکومتی آفتاب یزد به رئیسی جلاد با طعنه و نیش میگه که ممنونم که سرزده رفتید وزارت نفت. آخه این یکی از برنداش اینه، من سرزده میرم. آره با دوربین و همه چی آماده است. دوربین و فلان پروژکتور و اینا، ولی میگه من سرزده میرم. آره. میگه ممنونم که سرزده رفتید وزارت نفت، اما اینها روی مرغ 31000 تومانی و دلار 27000 تومانی تأثیری نگذاشته. یعنی میگه واقعا مسخره بازی‌ها چه ربطی داره به امورات جدی مملکت؟ آره. یعنی امور مملکت با سفرهای استانی و وعده‌های پی در پی حل نخواهد شد. آقا جون این حرف خودشونه. واقعا امید وقت تنگه. من اگه بخوام از فضاحت‌های این سفر استانی بگم، بله. اینقدر بهت بگم، من اصلا جملاتش حفظم. هر استانی میره میگه که این استان ماشاءالله ظرفیت‌های زیادی داره، من نمیدونم چرا بیکاریه. خب تو 40 سال امسال تو دارن حکومت میکنن، تو نمیدونی چرا بیکاریه؟ هر جا میره میگه من نمیدونم چرا این استان انقدر فقیره. ان شاءالله درست میشه. حالا بابا جون خامنه این امامزاده رو آورده بود که جلوی قیامو بگیره. از موقعی که این اومده قیاما رادیکالتر و فواصلش هم کوتاه‌تر شده. آره. و به اصطلاح میگن سرکنگبین صفرا وزود. کاری برای خامنه‌ای که نکرد هیچی. به خامنه‌ای هم میگیم که پایبست نظام از پایه ویرانه. اندر نقش ایوان و آوردن این مزدور و اون جانی نباشه. اونم که دیگه تحریک نظام ورداشته آورده، دیگه جانی ترین و روسیاه ترین و پیشانی چاسترین آدم. اینا همه کفگیر نظام به تحریک خورده. این جزع فضا و این مسخره بازی و سفر استانی اینا هم دست و پا زدنای آخره. بله. نمیدونم تونستم برسونم کارنامه 6 ماهشه یا نه. خیلی عالی رسوندی. البته همونجور که خودت همیشه میگی انقدر ماشاءالله وعده‌های پوشالی و دروغا و این چیزای رئیسی زیاده که 2 ساعت هم صحبت کنی. البته وعده‌های پوشالی فقط مال رئیسی نیست، بله، تمام رئیس‌جمهورهای رژیم، بله. از خود خامنه‌ای تا یه پاسدار اصلا کارشون با دروغ و دون و وعده پوشالی، مثلا بله. کار این رژیم با حرف راست پیش نمیره. بله، بنابراین دستتو پر بابک و باز هم تو برنامه بعدی بله. می‌بینیم. خب دوستان عزیز، پیک شادی رو همراه با شما عزیزان ادامه میدیم.